با سلام، ملکی هستم، مدیریت کلینیک آرزو. برای مراجعه کننده عزیزمون در حال بررسی آناتومی عروق زیر چشم هستیم تا فیلر زیر چشم براشون بزنیم که کاملا ایمن باشه. ما متعهد هستیم به فراهم کردن آرامش خاطر شما عزیزان. به این منظور دستگاهی تهیه کردیم به نام کلاریوس. دستگاه کلاریوس برای انجام تزریقات ایمن هستش. آناتومی صورت تا حدودیش رو همه متخصصان زیبایی ما وارد هستن. ولی خب در بعضی از افراد استثناهایی وجود داره که عروق به صورت شاخه‌ای پخش میشن یا آناتومی اونها برعکس بقیه افراده. دستگاه سونوگرافی کلاریوس به ما کمک میکنه که عروق رو شناسایی کنیم و یه تزریقات ایمن داشته باشیم که از خطر نکروز در امان باشیم. برای تزریق فیلر بینی نقاط حساسی مثل خط خنده، ماریونت ما میتونیم از سونوگرافی استفاده کنیم و یه تزریقات کاملا ایمن داشته باشیم. و همچنین میتونیم فیلرهای قدیمی شما رو تشخیص بدیم و فیلرهایی که دچار عارضه شدن طبق گاید سونوما تزریقات آنزیم داشته باشیم.